سلام بیننده عزیز، اخبار تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 8 سپتامبر است. نگاه به سه موضوع برنامه. حرکت نقلیات از منطقه ها به دوشنبه محدود می شود. فردا در تاجیکستان 31 سالگرد استقلال از شوروی را جشن می گیرند. پیاده می گردیم، چیکار کنیم؟ مجبور هستیم. در همه جا که مثال راه محکم باشن ما پیاده می رویم. در پناهگاه در سوریه که بیش از 400 زن و کودک تاجیک نگهداری می شود، قتل و کشتار افزایش یافته است. مقامات کرد این را کار داعش می دانند. ساحل 5 برای زرشویان تاجیک هنوز بسته است. طالبان هزاران نفر را اجازه زرشویی در روبروی تاجیکستان دادند. 5 که در ترکیبش طلا دارد و همسایه اون طرف جمع‌آوری میکنند، همین روح اندازی شده ایستاده است. مقامات در دوشنبه روای ماشین ها را به منطقه ها و از منطقه ها به اطراف پایتخت محدود کردند. بعضی از ساکنان میگویند این وضع به کار و تجارت آنها خلل رساند. مسئولان وزارت کارهای داخلی گفتند تصمیم موقتی است و به معرکه های بخشیده به 31 سالگرد استقلال در دوشنبه پیوند دارد. گزارش همکارانم براد یوسفی و اسکندر فیروز را تماشا میکنیم. در عرفه جشن استقلال مقامات ورود نقلیات را از مناطق دیگر به پایتخت تاجیکستان محدود کردند. همزمان حرکت واسطه‌های نقلیات در خیابان‌های مرکز دوشنبه و کوچه‌های اطراف میدان استقلال محدود یا کاملا منع کرده شد. پیاده می‌گردیم، چیکار کنیم؟ مجبور هستیم. در همه جا که مثال راه محکم باشن ما پیاده می‌رویم. دشواره. خیلی بعد دیگه دست ما چی می‌بیابه؟ چیزی که همون دولت خیلی قانون و چی کرده ما یگون چی گفته نمیتونیم. این یک چیز معمولی است که در تمام مملکت‌ها تقریبا به مشاهده میرسه. هیچ چیز غیر چشم‌داشت نیست. نباید مشکل ایجاد کنه. همساله جشن استقلال در نوروزگاه دوشنبه برگزار میشد، اما در یک سال اخیر مقامات با تخریب محل بزرگی در اطراف دانشگاه آموزگاری تا کاخ وحدت باغ میدان استقلال را بنیاد کردند که همکنون مراسم عیدانه در اینجا برگزار می شوند. قرار است شام امروز مراسم افتتاح این مجمع که قریب 30 گکتار مساحت دارد و برجش به بلندی 94 متر است برگزار شود. خیابان‌ها و بناهای معموری دوشنبه با مقدار زیادی پرچم و شعارها در وصف استقلال تاجیکستان آرا داده شدند. 9 سپتامبر سال 1991 تاجیکستان استقلال خود را اعلان کرد و از آن زمان همساله این روز به عنوان روز استقلالیت جشن گرفته شده رسما روزی تعطیل است. تاجیکستان 31 سال پیش پس از پاش خوردن اتحاد شوروی استقلال به دست آورد. نظرپرسی ها نشان داده بود که اکثر ساکنان تاجیکستان آن زمان طرفدار در هیئت شوروی ماندن هستند. هرچند سالهای اخیر نظرها دیگر شده است. همکار ما شهلای عبدالله در خیابان‌های دوشنبه از ساکنان پرسید که مفهوم استقلال چیست. استقلالات این یک نعمت بی‌بها است که دستاورد شده است برای ما. حضرت لاهوتی هم درباره استقلالیت یک سخن داره، میگه زندگی آزادی انسان و استقلال اوست، بر آزادی جدل کن بندگی در کار نیست. اگر بگوییم که استقلال به معنای صلح، امنیت، آرامی، آسایش، ترقی، تعالی، برابری، برادری، اینا کلش میشه استقلال. تاجیکستان روی خودش معین میکنه، هر بعد چیز اقدامی که باشه خودش میگیره و منفعت خودش هم حفظ میکنه. اون چیزی که به منفعتش نیست اون چیز صرف نظر میکنه. دیگه استقلالیت همینه، دیگه چی باشه؟ 31 سال شد اما این قطع میکنن بهترین و بعد همین استقلالیت هم به جا آورد. معنیش همین که مستقلی دولت است، آبادی دولت است. نمیدونم درباره استقلالیت. و خبری از سوریه. مقامات تاجیک میگویند تلاش دارند که بار دوم زنان و کودکان را از سوریه به تاجیکستان بیارند. ماه یولی امسال بیش از 1400 زن و کودک را از اردوگاه در سوریه به این کشور آوردند. به حساب رسمی حالات در پناهگاه الحول سوریه بیش از 400 زن و کودک تاجیک نگهداری می شود. پناهگاهی که حالا با گفته مقامات کرد طرفداران داعش جای یافتند و قتل و کشتار را بیشتر کردند. همکارم طاهری سفر گزارش آماده کرده است.
رزمندگان کردی نیروهای دموکراتی سوریه عملیات چند روزه را در اردوگاه الحال آغاز کردند که هزاران نفر از اعضای عائله‌های جنگجویان داعش آنجا پناه بردند. هدف پاکسازی الحال از حضور گماشتگان داعش بوده است که به باور نیروهای دموکراتی سوریه قتل و خونریزی در اردوگاه را زیاد کردند. در این اردوگاه که جای اقامت 56,000 نفر است، با گفته سازمان ملل تنها همین سال 26 نفر کشته شدند. نظامیان محلی میگویند پاکسازی باید پیشتر آغاز می‌یافت، اما بنابر احتمال حمله ترکیه به منطقه به تأخیر افتاد. از بس که آزاد کردن غیر نظامیان از دست گروه‌هایی که در داخل الحال فعالیت می‌کنند مسئولیت اخلاقی ماست. ما این عملیات را آغاز کردیم. در مدت 4 روز به گفته مقامات کرد آنها 75 عضو داعش را دستگیر و اسلحه زیاد مصادره کردند. چند نقبه را هم یافتند که جنگجویان داعش کندند. ائتلاف بر رهبری آمریکا به ضد داعش میگوید که در مبارزه به ضد این سازمان به نیروهای محلی کمک میکند. مقامات کردی و هیئت‌های محافظت مردم میگویند کمکات در واقع ضروری اند. ما در مرحله اول عملیات را با ائتلاف جهانی هماهنگ کردیم. در مرحله دوم یعنی اجرای عملیات هم عین کار را کردیم. با واسطه مرکز هماهنگسازی و برنامه‌ریزی ائتلاف جهانی به نیروهای دموکراتی سوریه و نیروهای محلی در انجام عملیات کمک می‌کند. مقامات اینجا میگویند پاکسازی اردوگاه بخشی مهمی مبارزه برای محو جنگجویان داعش در داخل و خارج است. در ساحل رودی 5 در مرز افغانستان با تاجیکستان صدها نفر مشغول زرشویی هستند. طالبان به مردم که اکثرا کمبیزات هستند اجازه دادند زر پیدا کنند و زندگیشون رو پیش برند. حکومت تاجیکستان هم گفته بود که به ساکنان اجازه می‌دهند که در ساحل رودی 5 که تاجیکستان و افغانستان را از هم جدا می‌کند به زرشویی مشغول شوند. اما هنوز شهروندان تاجیکستان به ساحل 5 راه نیافتند. همکارم محمود جان رحمتزاده از یک ناحیه نزد مرزی گزارش می‌دهد. اینجا یکی از معدن طلای ولایت تخار ولسوالی دشت قلعه تپه باستانی آی خانم دریای آمو است، هم مرز با تاجیکستان. وقت ساکنان تاجیکستان به ساحل دیگری دریای 5 می‌نگرند می‌بینند که اخیراً زرشویی در طرف افغانستان به مراتب بیشتر شده است. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان از ولایت بدخشان گرفته تا تخار افغانستان در آن ساحل نقطه‌های نوی طلاکارکنی پیدا شده اند. حالا از ناحیه شمس‌الدین شاهین تاجیکستان دیده می شود که افغانستانی‌ها در زرشویی حتی از تکنیک استفاده می‌کنند. مقامات تاجیکستان هم بارها خواسته اند به مردم محلی اجازه دریافت طلا در لب دریای 5 داده شود. اما تاکنون این اجازه به ساکنان تاجیکستان داده نشده است. همین در دریای 5 که در ترکیبش طلا دارد همسایه اون طرف جمع‌آوری میکنن، همین راه‌اندازی شده ایستاده است. من نگفتم که در حدود نویا علنی بلندی ما کارخانه میسازیم. این منظوری گپ ما خیلی بود که یعنی که اجازت بتیا نمیره. اجازت که بتیا احتمالیت شدن همین کار است. آخری سال 2021 در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان مسئله کارکرد طلا از دریای 5 مطرح شده بود. سرحد را از ولایت مختار کوهستانی بدخشان تا ناحیه همدانی دریای 5 جدا می‌کند. سر از ناحیه همدانی ولایت ختلان سرحد سیمخورپیچ است. از نقطه نظر سرحد بودنش سال 2018 ما به حیث رئیس تعیین شدم، اما سال تا 2019 ما کارمندای یک شرکت کلان خطایی دو سال آمده رفتن. همین مسئله قطعی آمده رفتن. کدام سبب‌های تکنیکی بود چی بود که با من معلوم است، نتونستن در کارخانه تشکیل کردن. سرحد تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر است. یک قسمت این سرحد را با افغانستان دریای 5 با امو دریا جدا می‌کند. یک سال می‌شود که افغانستان در دست طالبان قرار دارد. بعد اشغال افغانستان از سوی طالبان، تاجیکستان مرزهایش را با این کشور بست. حالا اکثر ساکنان شمال افغانستان میگویند که آنها زندگیشان را به زرشویی و دریافت سنگ‌های قیمت بها می‌گذرانند، اما حجم آن معلوم نیست.
کارشناسان هم میگویند که دریای سرحدی یک از مکانهای طلا به حساب میرود. اگر ساکنان تاجیکستان هم اجازه زرشویی پیدا کنند برایشان کار و درآمد پیدا می شود و هم فایده به دولت می رسد. در تاجیکستان از سال 2020 به شهروندان اجازه زرشویی از رود و کولهای کشور داده شده است. تا کنون زیاده از 3000 با این اجازتنامه توانستند به دریافت طلا مشغول شوند. و به منطقه رشت می رویم. یک آوازخانه خیابانی در راه دوشنبه رشت با سرودخانه طبیعی راهگذران را بالیده می سازد و از همین حساب روزی می یابد. عبیدالله حسینوف از ناچاری نتوانست تحصیل کند، اما می گوید از آرزویش دست نکشیده است. همکارانم مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی در راه سفر به رشت با این آوازخوان صحبت کردند. جای کاری عبیدالله حسینوف نزد همین چشمه است. همدم او همین ساز موسیقی اکاردیون می باشد. سالهای 1990 وقتی سالهای جنگ برادرکش بود، در ما حالت ما همچون که گرسنه بودیم. بعد همین هنر بابای امکیمون مورن یادو چوکی با کسونو کسی خوری رو ای دنیا مکند وای وای جون. عبیدالله حسینوف را بسیاری ها در راه دوشنبه رشت می شناسند. در نزدش می ایستند، سرودهایش را گوش می کنند و چند سامانی پاداش هم می دهند. تاکسی همین شهرهای غرب دوشنبه مقصد سرودهای نغز داره، آهنگای خوب هر روز گوش می‌کنیم. با خیلی چنین چی می‌بینیم در اینجا اون سوماکه یا اکا بدلو هم سومای 10 سومای با همین اکرمو میتیم یا موسیقی میخونم یا استراحت می‌کنیم ما میریم با پس کاری خودمون. که دور زمان آید و بگذر نوبت پیری آید. عبیدالله 42 سال دارد ولی به ظاهر بزرگتر می نماید. میگوید رنج‌های کشیده‌اش در سالهای 90 عصر گذشته او را قبل از وقت پیر کردند. این ساکن شهر راغون 5 فرزند دارد و از حساب آوازخوانی زندگیش را پیش میبرد. من همین خیلی آرزو دارم که در آینده همین خیلی حافظ تاجیکستان شوم. خدیجه رفشونه گذر میکردم، دخترانی خوش قده نظر میکردم. آوازخوانی در سر شاهراه‌ها در تاجیکستان چیزی نو نیست. چون این نفران در دیگر منطقه های کشور نیز دیده می شوند. از جمله عباس ریودی، یک ساکن ناحیه عینی هم چند سال است در راه دوشنبه پنجکند آوازخوانی می کند. یا بینندگان خواندن‌های پردرد مدیش را در سر بازار خاروق در یاد دارند. شخصانی مثل عباس ریودی، عبیدالله حسینوف و مدیش امکانی به صحنه‌های کلان برآمدن را ندارند و با آوازخوانی در خیابان‌ها قناعت می‌کنند. فرزان محمدی، مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی منطقه رشت. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. ضمناً همکاران ما به منطقه رشت سفر کردند و گزارش‌های آنها را از این منطقه منتظر باشید. و حالا یک خبر از زندان. زبیدالله رازقی 80 ساله عضو پیشین ریاست حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی را دیگر باره به اتاق تنبیه در زندان انداختند. اتاق تنبیه یا شیزا جایی است که محبوس را تنها و در شرایط سخت‌تر نگه می‌دارند. مقامات او را به تعلیم غیرقانونی دینی در محبس گناهکار کردند. پیوندانش میگویند این گپ حقیقت ندارد چون در زندان امکانی تعلیم دادن نیست. یک مسئول زندان شهر وحدت در صحبت با رادیو آزادی گفت عبیدالله رازق به جرم ویران کردن نظام محبس 15 روز به اتاق تنبیه برده شد. همصحبتان ما به ذکر نام افزود با وجود دعوت‌های به تکرار عبیدالله رازق با استفاده از کتاب‌های مذهبی به تعلیم دینی جوانان ادامه داد. برنامه اخبار به پایان رسید. خبرهای بیشتر و نو را در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی، تلگرام و توییتر پیدا کنید. خدا نگهدار.